سلام برای بچه دیلیتی. امروز 7 جون 2024 چارت کتسیه چپو داریم. تایم ویکلیشو که من این ور نگاه میکنم اصلا این ور هیچی نمیبینم. بیا زمان دایناسور به این ور کلن ریزشی بوده تا اینجا. کف تاریخیشه اینجا، کف تاریخی این بشر. چه خبرت این همه ریزش؟ خسته نشدی؟ نمیخوای بیای نقدینگی این بالا رو بگیری؟ خب، میایم سر اصل مطلب. اینجا من یک نمیخوام زیاد دور برم. یک بای ساید لیکویدی دیدم. بای ساید بسیار خوشگل. اینجا یه نقدینگی دیگه دیدم. اینجا یه بای ساید دیگه دیدم. این از اون خیلی بالاتره. فکر کنم نقدینگی اونجا رو گرفته، اشتباه نکنم. حالا خب خودش نقدینگیه دیگه، نزدیک همه. اینا رو الان داریم. پایینم که کف تاریخی مونه، همین که کشیدم 0.6303. اینم که در حال پایین اومدنه. اینجا یه سری نقدینگی گرفتیم، نقدینگی های خوبی گرفته دیگه. این همه اومده پایین دیگه، به نظر من یه اصلاح براش لازمه. اینا رو هم یک نشونه بذاریم روشون. بای ساید، اینم بای ساید، اینم ساید بای ساید. خب بریم تایم دیلی. تایم دیلی من دلم میخواد که اینجا که یه لگ زده یه فیبو بندازم. کی به کی؟ حالا یه دونه بندازیم اینجا، چی میخواد بشه. بعد بیایم اینجا یک اوتی رسم کنیم. تایممون چقدر؟ 3 دقیقه شد. اوتی. خب خیلی خوشگل اوتی، بسیار عالی. اینجا هم 50% مونه رسیده. تقریبا این لیگی که هست، این و نقدینگی اینجا رو جمع کرده. داریم میرسیم به منطقه اینجا چی بود؟ دیسکانتش. این قسمت دیسکانتمونه، هم منطقه اوتیمونه که هستش 0.618 0.79 یا همون 790. اینو پاکش میکنیم. منتظریم که این اصلاحی که داره میده بیاد برسه اینجا. اگه ببینیم اینجا نقدینگی هایی که هست، این نقدینگی ها رو میگیره و این نقدینگی هم که گرفته، خب مونده این و اینا تایم روزانه است. اینا شوخی نیستش. تایم روزانه نقدینگی که میکشم واقعا نقدینگی هنو. تایم ویکلیشو بذار نگاه کنم ببینم. آها، اینجا قشنگ یک اوردر بلاک هستش.
اینو میتونیم اوردر بلاک بگیم، ولی اوتی رو من بیشتر سلام میدم که اوتی کشیدم. اینجا هم زیرش نقدینگی است، میاد همین نقدینگی رو جمع میکنه میاد اینجا. اگر این نقدینگی رو جمع کرد تو تایم دیلی و 4 ساعته، تو تایم دیلی و 4 ساعته، فکر کنم دیلی بهتر باشه. اگر چند تا کندلی که اینجوری بود روی این کندل ها میتونیم حساب کنیم به سمت بالا. اینجا اینجا نه، اینجا کلا از اوتی خارج بشه، بعد دوباره پرقدرت، باید پرقدرت ببینیم دیگه. چند تا اینجا بی او اس ام اس ببینیم، ام اس اس. حالا بریم تایم نقدینگی هم که اینجا برامون حکم آهنربا رو داره و فعلا اینو داشته باشیم اینجا. اینجوری مستقیم هم نمیره ها، اینقدر بازی میکنه بالا پایین بالا پایین. ما میایم تو تایم تایم کوچیک، میتونیم اینجا رو که گرفته این دوتا نقدینگی هست، اینم برامون حکم آهنربای واسه 1 ساعته و 4 ساعته همونه. این یکی آهنربا برای تایم بالاتر. اینجا اینجا ماشاءالله خیلی مستقیم اومده پایین. تو تایم دیلی، تو تایم دیلی یه افیجی اینجا داریم، افیجی بسیار عالی. اگر بیاد تو این افیجی میشیم تا نقدینگی این پایین روش حساب کنیم. این هم افیجی. خب اگر اینو رد کرد، خب باید بیام اینجا یه منطقه اوتی ببینیم، یا شاید من فکر نمی کنم چون اینجا این نقدینگی هست اصلا شاید به اینجا بر نگرده، ولی خب واسه پایین رفتنش حداقلش باید بیاد بخوره به این بعد بریزه. اگر مستقیم که رفت چه بهتر، میاد این نقدینگی ها رو میگیره از این اوتیه خیلی پرقدرت. من انتظار پرقدرت ترین حرکت رو دارم چون اینا رو میگیره و منطقه اوتی مونه. اگر خیلی رنج بشه یه کمی سخت میشه، میتونه بازم بره بالا ها، ولی به نظر من این نقدینگی ها که میگیره اینا خیلی کم نیستن. تایم 1 ساعتش هم که دیگه فعلا نمیتونیم بریم، باید بریم ببینیم فردا میاد اینجا نقدینگی های اینجا رو بگیره. این همشون نقدینگی هن دیگه. ببخشید نه درسته یک آها اینجوری اینا رو بگیره و این نقدینگی، اینم افیجیمون، اینم باز نقدینگی منطقه اوتیمون که آهن رو باز. یه همچین حرکتی من انتظار دارم برای فردا. تایممون چقدره؟ خب اینم کتسی چپمون، هم تایم بالاشو داشتیم هم تایم کوچیکشو، تا از تایم هفتگی شروع کردیم تا 1 ساعته براتون هم دی تریدشو هم بلند مدتیشو براتون تحلیل کردم. امیدوارم خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت یادتون نره، حمایت کنید، سابسکرایب کنید، به دوستاتون معرفی کنید. هر روز تحلیل میذارم، چه فارکس چه ارز دیجیتال.
چه بازارهای مالی دیگه ای. امیدوارم موفق باشین، تریداتون پرسود باشه.